الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که گاه نماز میخوانند و گاه نمیخوانند، کسانی که نماز در وقتش نمیخوانند، کسانی که در نماز بی پروا هستند، کسانی که روز نماز ترک میکنند لیکن بیگاهی قضا میخوانند، بیگاه قضا میخوانند. انا همین ویل برای اونهاست، برای کسایی که در نماز بی پروا هستند، برای کسایی که نماز قضا میکنند، برای کسانی که نماز از وقتش گذرانیده بد میخوانند، اینها را خداوند ویل گفت. من ترک صلاة حتی مضى وقتها ثم قضى عذب فی النار حقبا. با حدیث خوب توجه کنید. رسول اکرم میگوید کسی که در دنیا نماز ترک میکنند ثم قضا، بعد بیگاه که شد قضایی میخوانش، عذب فی النار حقبا، این گونه انسان خداوند در روز قیامت یک حقب عذاب میکرده است. از پیغمبری خدا پرسیدند حقب چیست؟ حضرت گفتند 80 سنه. برای یک نمازی که وی قضا کرده است، برای یک نمازی که وی در وقتش بی پروایی کرده است، خداوند در قیامت 80 سال عذابش میکرده است. الحق 80 سنه. پیغمبر گفتند 80 سال برای یک نمازی قضا کرده خداوند عذاب میداده است. السنه، باز رسول اکرم دوام دادند، السنه 360 یوما. یک سال پیغمبر خدا گفت میدانیم که 360 روز است، لیکن حضرت گفتند روزهای قیامت گفتند یک روزش 1000 سال این دنیا در برابر می شود. یک روز قیامت برابر 1000 سال این دنیاست. در کتاب در زیر همین حدیث صاحب کتاب خود رقم مانده است. گفته است برادرای عزیز، گفته است بیدار شوید که برای آدمی که نمازش را قضا میکند، برای آدمی که در وقتش نمازش نمیخواند، کار دنیایی برای او با ذوق و شوق پیدا میشود و نماز بعدا میخواند، حضرت گفتند 80 را به 360 ضرب کنید و بعدا حاصل این به 1000 ضرب کنید، در آخر برآوردن رقمش 28800 سال برای یک نماز قضا عذاب کرده میشه. 28,800,000 سال. گفتن برای یک نمازی که انسان بی پروایانه قضا میکنه. پس وای به حال بی نماز. وقتی آدمی که در نماز اینقدر بی پروا باشد، قضا خواند، 1000 عذرهای بی معنی را پیش میارد، لباس بی نماز است، کار مشکل است، آب طهارت نیست، وقت خنک است، بعدا میخوانیمش. وقتی که اینقدر سالی دراز برای عذاب باشد، پس وای به آدمی که در دنیا بی نماز از دنیا میگذرد، وای به حالش. چه عذابی سخت دردناکی برای او منتظر است. البته آگاه باشین که هر چیزی که در دنیا شما کاری دید، حاصل وای در قیامت همون گونه میبردارید. حضرت لقمان حکایه میکنن که بار مولاش گفت که لقمان گفت امسال گفت برای من جو بکار، جو. حضرت رفته در زمین کنجید پرداختند. وقتی که حاصل شد، حضرت کنجید را درآویدند و نزد مولا بردند و گفتند، مولا گفتند حاصل برداشته شد. حضرت آمدن نگاه کردن مولای لقمان که پاپچه ها پر از کنجید است. گفت من بر شما نگفته بودم که برای من این سال جو کاره. حضرت لقمان گفتند من تصور کردم که اگر کنجید در زمین پرتافته شود شاید که حاصل جو شود. این مولا گفتند تو ابله بوده ای،
تو به عقل بوده ای، نخواه که کنجید در زمین پرتافته شود و حاصل جو برداشته شود. گفتن من ابله نیستم، بلکه شما ابله هستید، زیرا که چگونه که شما گناه میکنید و باز دائم در زبان شما این است که من فردا وارد جنت میشوم، من هم تصور کردم که اگر کنجید پرتافته شود شاید که حاصل جو گردد. یعنی وقتی که انسان گناه میکند، بینمازی میکند، باز امروز در بین ما و شما یک شعار است، همین دل تازه باشد. این نماز، این عبادت، این مسجد، ولی بعضی دخترهای هستن که خدا برکتشان کرد که مثال سطرها دارن، با بعضی زنهای دیگر اونها را با مذاق میکنن، همین سرت هم شاده هم که باشد دل تازه باشد. این شعاری ابلهی، این شعار یهودی در تمام مردم ما و شما بی نهایت پریشان شده است. هر عملی که ما و شما میکنیم در نزد پروردگار همان عمل را ما و شما منتظر باشیم. و از همه چیز مهم برای ما و شما امروز نماز است. رسول اکرم میگوید مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. به همه شما امر میکرد پیغمبر، تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه داریم، دختر داریم، بچه داریم، پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستید. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنید. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتان. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت باوی نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امر به نمازش کنید. واضربوه و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخواند، وی را لط و کوب کن، وی را بزن که وی در نماز قائم شود. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی جاگه خوابشان را جدا کنید. یعنی جاگه خوابی که اگر همراه شما باشند و اینها را در دیگر خانه برید. اگر دختر و بچه یک جا خواب باشد، جاگه های خوابشان را جدا کنید. کاری که این فرزندها هم در آخرت دامنگیر شما نشوند. این است باب بی نماز. این است کسانی بی سعادتی که در دنیا نماز نمیخوانند. یعنی این گونه وعیدها و این گونه عذابها برای هر کدام او چه هست؟ منتظر است. خوش به حال همون برادرانی که یعنی به هیچ حالت نظر نمیکنند، دائم با نماز هستند. فقط در آخر من به شما یک حدیثی را خبر میدهم که فکر میکنم خیلی باید تأثیر کننده باشد و خیلی باید که شما را از خواب بیدار کند. که حدیثی است از پیغمبر خدا که من احرق 70 مصحفا، اگر در بین شما یک نفر پیدا شود و 70 دانه قرآن را در آتش بسوزاند. البته ما و شما چی گناهی وزنی هست و چی جمله مشکلی هست که انسان را تلفظ کرده نمیتواند. اگر شخص در بین ما و شما پیدا شود که 70 قرآن را سوزاند، قرآن خطا خواندنش گناه است، قرآن بی طهارت تپیدنش گناه است، اینها وقتی گناه باشد پس سوزاندن او را شما تصور کنید که چند قدر گناه است. وقتی سخن خدا را تو در آتش بی پروایانه می سوزانی،
من احرق 70 مصحفا، کسی که اگر 70 قرآن را در آتش بسوزاند و قتل 70 نبیا، اگر کسی که بعد این 70 دانه قرآن سوزاندن باز قرار نگرفت و 70 پیغمبر را به دست خودش قتل کرد. ببینید، یک آدم قتل کردن و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. خدا در سوره نساء میگوید اگر یک تای شما یک برادر مؤمن قتل میکنید، خداوند میگوید که این قاتل، این آدم کشد، خالدا فیها، من در دوزخ مخلد میگذارمش، میستم ابدی در عذاب دوزخ گرفتار میشود. و لعنه، من لعنت خود به این قاتل میرسانم و غضب خودم را بالای این قاتل میرسانم و برای آمدن این قاتل در دوزخ چه عذابهای گوناگون منتظر هست. یک آدم مؤمن وقتی که یک نفر میکشد، این گناه را تصور کنید که 70 قرآن سوزانی، بعد سوزاندن 70 قرآن باز چکار کرد؟ 70 پیغمبر دیگر را قتل کرد. و زنا مع امه 70 مرات. چه گناه های وزنی، چه جمله های وزنی. 70 قرآن سوزانیده شد، 70 پیغمبر کشته شد از دست یک نفر. و باز این نفر 70 بار دیگر اگر با مادر خود خانه‌داری کند، 70 بار دیگر میگوید با مادر خود خانه‌داری کند. در دوام چی گفتند پیغمبر خدا؟ و افتز بکرا و افتز 70 بکرا به طریق الزنا. 70 دختر دیگر را با طریق زنا و اونها چکار کرد؟ همخوابه شد. 4 گناهی که اینها را تلفظش مشکل است. گناه اینها دیگر حساب ندارد. 70 قرآن سوزاندن، 70 پیغمبر را قتل کردن، 70 بار با مادر خود زنا کردن، 70 دختر جوان بکاره چطور کردن. اقرب الى رحمت الله ممن ترک الصلاة. انا همین آدم به سوی رحمت پروردگار نزدیکتر است از آدم بی نماز دیده. انا همین آدم به سوی پروردگار بر رحمتش نزدیکتر است از شخصی که نماز نمیخواند. تصور کنید گناه را ببینید. 70 قرآن میسوزانی، 70 پیغمبر قتل میکنی، 70 بار مادر خود قتل زنا میکنی، 70 دختر قتل زنا میکنی، باز بر رحمت پروردگار تو نزدیکتر بود از شخصی که نماز نمیخواند. از این دیگر گناه مشکل برای آدم بی نماز نیست. اگر کسی که بی نماز است و این صدای ما را میشنود و اگر این سخن پیغمبر برای وی تأثیر بخش باشد، باید که برای گناه های پیشینه خود گریه کند، برای گناه های پیشینه خود غمگین شود و در حال تعلیم نماز گرفته نماز ادا کند. این حالت بندگی او در نزد پروردگار ظاهر می شود.